shariatkoda.org. دمیم 7C. مرقس 10 11 تا 12 و برابری دروغین در زنا. معنای مرقس 10 در آموزه طلاق. این مقاله برداشت‌های نادرست از مرقس 10 11 تا 12 را رد می‌کنند. برداشت‌هایی که گمان می‌برند عیسی برابری زن و مرد را در مسئله زنا تعلیم داد یا اینکه زنان می‌توانستند در بافت یهودی آغازگر طلاق باشند. پرسش: آیا مرقس 10 11 تا 12 دلیلی است که عیسی قانون خدا درباره طلاق را تغییر داد؟ پاسخ: اصلاً دلیل نیست. حتی نزدیک هم نیست. مهمترین نکته بر ضد این ایده که در مرقس 10 11 تا 12 عیسی تعلیم می دهد که 1. زن نیز می تواند قربانی زنا باشد. 2. زن نیز می تواند شوهرش را طلاق دهد. این است که چنین فهمی با تعلیم کلی کتاب مقدس در این موضوع در تضاد است. یکی از اصول اساسی در تفسیر الهیاتی این است که هیچ آموزه‌ای نباید بر پایه یک آیه منفرد بنا شود. لازم است تمام بافت کتاب مقدسی از جمله آنچه دیگر کتاب‌ها و نویسندگان الهام شده گفته‌اند در نظر گرفته شود. این اصلی بنیادی برای پاسداری از یک پارچگی آموزه‌ای کتاب مقدس و جلوگیری از برداشت‌های منفرد یا تحریف شده است. به بیان دیگر، این دو برداشت نادرست که از این عبارت مرقس بیرون کشیده می شود، آنقدر جدی‌اند که نمی‌توان مدعی شد عیسی در اینجا همه آنچه را خدا از روزگار پدرسالاران درباره این موضوع تعلیم داده بود تغییر داده است. اگر واقعاً این دستور تازه از سوی مسیح بود، باید در جای دیگری نیز و با وضوح بیشتر ظاهر می‌شد، به ویژه در موعظه بالای کوه که موضوع طلاق بدان پرداخته شد. باید چیزی شبیه این می داشتیم. شنیده اید که به پیشینیان گفته شد مرد می تواند زن خود را ترک کند و با باکره یا بیوه دیگر ازدواج کند. اما من به شما می گویم اگر او زن خود را ترک کند تا با دیگری پیوند یابد علیه نخستین زنا می کند. تفسیر مرقس 10 11 تا 12. مرقس 10 بسیار بافتمند است. این بخش در زمانی نوشته شد که طلاق با حداقل قواعد رخ می‌داد و می‌توانست از سوی هر دو جنس آغاز شود. چیزی بسیار متفاوت از واقعیت روزگار موسی یا سموئل. کافی است دلیل زندانی شدن یحیی تعمید دهنده را در نظر بگیریم. این فلسطین هیرودس بود، نه روزگار پدرسالاران. در این مقطع، یهودیان به شدت از آداب جامعه یونانی رومی تأثیر پذیرفته بودند. حتی در امور ازدواج، هیئت ظاهر، اقتدار زنان و مانند آن. آموزه طلاق به هر دلیلی. آموزه طلاق به هر دلیلی که هیلل ربی تعلیم میداد، نتیجه فشار اجتماعی بر مردان یهودی بود که چنان که در انسان سقوط کرده طبیعی است، می‌خواستند از زنان خود رها شوند تا با کسانی زیباتر، جوانتر یا از خانواده‌های ثروتمندتر ازدواج کنند. این طرز فکر متاسفانه هنوز هم زنده است، حتی در کلیساها، جایی که مردان زنان خود را ترک می کنند تا با دیگران پیوند یابند، تقریباً همیشه با زنانی که خود از پیش مطلق اند. 3 نکته زبانی محوری. عبارت مرقس 10 11
سه واژه کلیدی دارد که به روشن شدن معنای حقیقی متن کمک می کنند. Και λέγει αυτής ως εάν απολύσει την γυναίκα αυτού και γαμίσει άλλην, میخاته επ' αυτήν. گینکه حالت مفعولی مفرد ینی است. واژه‌ای که در بافت‌های زناشویی مانند مرقس 10-11 به طور خاص به زن شوهردار اشاره دارد، نه زن به معنای عام. این نشان می‌دهد پاسخ عیسی بر نقض عهد زناشویی متمرکز است، نه بر پیوندهای مشروع تازه با بیوه‌ها یا باکره‌ها. اپی حرف اضافه‌ای است به معنای بر، با، روی، درون. هرچند برخی ترجمه‌ها در این آیه علیهی را برگزیده اند. در پرکاربرترین ترجمه جهانی NIV New International Version برای نمونه از میان 832 کاربرد اپی تنها در 35 مورد به علیه برگردانده شده است. در بقیه ایده رسانده شده بر، روی، درون، با است. آفتین صورت مفعولی مؤنث ضمیر آفتاس است. در دستور یونانی کتابی کوینه در مرقس 10-11 مشخص نمی کند عیسی به کدام زن اشاره دارد. ابهام دستوری از آنجاست که دو مرجع ممکن وجود دارد. تینینیکا افتو، زن دیگری، زن دوم. هر دو مؤنث مفرد و مفعولی اند و در همان ساختار جمله می آیند. از این رو ارجاع افتین از نظر دستوری مبهم است. ترجمه بافتمند. با در نظر گرفتن متن اصلی، برگردانی که با بافت تاریخی، زبانی و آموزه‌ای سازگارتر است چنین خواهد بود: هر که زن خود ینیکا را ترک کند و با دیگری ازدواج نماید، یعنی با ینیکایی دیگر که از پیش زن مردی بوده است، با اپی او مرتکب زنا می شود. ایده روشن است. مردی که زن مشروع خود را ترک می کند و با زنی دیگر که او نیز از پیش زن مرد دیگری بوده است، پس باکره نیست. پیوند می یابد. با این زن تازه مرتکب زنا می شود. جانی که از پیش به مردی دیگر پیوسته است. معنای حقیقی فعل ابولیو. در مورد این ادعا که مرقس 10-12 پشتیبانی کتاب مقدسی برای طلاق قانونی آغاز شده از سوی زن فراهم می کند و بدینسان او می تواند با مردی دیگر ازدواج کند، باید گفت این برداشتی زمان پریش و بی پشتوانه در بافت اصیل کتاب مقدس است. نخست زیرا در همان آیه عیسی جمله را چنین به پایان می‌برد که اگر او با مردی دیگر پیوند یابد، هر دو مرتکب زنا می‌شوند. دقیقاً همان گونه که در متی 5:32 می‌فرماید. اما از نظر زبانی خطا از معنای حقیقی فعلی می آید که در بیشتر ترجمه ها به طلاق دادن برگردانده شده است. اپولیو. این برگردان بازتاب رسوم امروز است، اما در روزگار کتاب مقدس اپولیو به سادگی به معنای رها کردن، آزاد کردن، مرخص کردن، روانه ساختن و دیگر کنش‌های عینی یا ارتباطی بود. در کاربرد کتابی اپولیو بار حقوقی رسمی ندارد، بلکه فعلی است برای جدایی بی آنکه دلالت بر اقدام قانونی رسمی داشته باشد. به بیان دیگر، مرقس 10:12 صرفاً میگوید اگر زنی شوهر خود را ترک کند و با مردی دیگر پیوند یابد، در حالی که نخستین هنوز زنده است، مرتکب زنا می شود. نه به خاطر مسائل حقوقی، بلکه زیرا پیمانی را می شکند که هنوز برقرار است. نتیجه گیری. آنش درست مرقس 10:11-12
سازگاری آن با باقی کتاب مقدس را حفظ می کند. کتابی که میان باکره و زن شوهردار تفاوت می نهد و از وارد کردن آموزه‌های تازه بر پایه یک عبارت کما و کیفاً بد برگردانده شده پرهیز می کند. این مجموعه و بسیاری از مطالعات دیگر درباره شریعت خدا را می توانید در سایت شریعتخدا.org بیابید.